استاد عزیز شما یه خاطره‌ای به ما گفتیم ما ضبطش نکردیم، یه بار دیگه برام تعریف می‌کنید؟ خیلی جذاب. اتفاقی برای من افتاده بود که انشالله برای کسی نیفته. جدا شده بودیم، روز جدایی از همسر با 2 تا بچه، همین دور و برم که میدون بارستان محل کارم بود، ورزش می‌کردیم. در جوانی رفتیم باشگاهی که روبرو همین کلانتری اینجاست، باشگاه پرورش اندام. دیدیم یه آقای داره میخونه، عین آقای داوود مقامی. از کجای خود داوود مقامی بود، ورزش هم میکرد. رفتم گفتم آقا شما خیلی خوب میخونید، اصلا مقامی هم بهتره بعدی. گفت من شما مقامی رو میشناسید؟ گفتم نه والا آهنگاش تمام. گفت با موسیقی آشنایی دارید؟ گفتم من دانشجو موسیقی دانشگاه تهرانم، کارتم نشون دادم و رفتم ساز آوردم و گفت حالا یکی از آهنگای آقای مقامی رو بزن و من همینه زدم.